یک بیناکار 21 ساله از آشیانه 18 مرکز تجارتی شهر کلاب پایان افتاده جان داده است. از این جوان جمشید پنجیف نام میبرند و او ساکن جماعت تخت سنگین دهه عینی ناحیه قبادیان بوده است. در شعبه کارهای داخلی شهر کلاب روز 1 دکبر گفتند که حادثه بگاهی 25 نوامبر در قسمت ساختمانی مرکز تجارتی روی داده است. با گفته منبع جمشید پنجیف هنگام افتادن از سر آسیب دیده است. حادثه افتادن جمشید پنجیف از آشیانه 18 را دادستان شهر کلاب تحقیق دارد. در دادستانی گفتند که سبب‌های افتادن را معین خواهند کرد، اما دقیق نگفتند که نسبت این حادثه پرونده باز می شود یا نه. چند روز پیش از این حادثه ساکنان از بی احتیاطی ساختمانچیان مرکز تجارتی شهر کلاب شکایت می‌کردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستاندن نوار و بدون هیچ قاعده به بتون کران باربردار سوار شدند و به بالا برآمدن ساختمانچیان را به نمایش می‌گذاشت. حتی این کاربران در نوار سوال می‌کردند که در صورت افتادن کارگر مسئولیت آن را کی به دوش خواهد گرفت. مرکز تجارتی شهر کلاب را شرکت ساختمانی کامل 2010 به عهده دارد. شرکت ساختمانی کامل 2010 از آن بک صبور، رئیس خدمات علاقه و قضای پرزیدنت تاجیکستان است. آشیانه های این مرکز از 24 قبت عبارت بوده، ساختمان یک قسم آن به پایان رسیده است. در قسمت دیگر این مرکز ساختمان در جریان است. روز 1 دکبر خبرنگار رادیوی آزادی تلاش کرد با مسئولین ساختمان صحبت کرده اصل قضیه را فهمد، اما آنها گفتند که مسئول این ساختمان خود بک صبور است و آنها حق صحبت کردن ندارند. خود بک صبور در دوشنبه قرار داشته است. تا این دم تلاش های ما برای پیدا کردن بک صبور نتیجه نداد، اما در رفت کار مشاهده می شد که ساختمانچیان به قاعده های بخطری در این ساختمان چندان اهمیت نمیدادند. مرکز تجارتی در مرکز شهر و در پهلوی باغ فرهنگی و فراغتی و در روبروی بینای حکومتی کلاب ساخته می شود. این بلند آشیانه ترین بینای شهر کلاب و منطقه به حساب می رود. تا کنون در کلاب بیناهای بلند آشیانه از 12 طبق بالا ساخته نشده بودند. هنگام ساختمان این مرکز بحث‌ها در گرد و اطراف آن بسیار بود. فعالان می‌گفتند که چنین مرکز باید در زمین باغ ساخته نشود. با وجود این ساختمان در این منطقه آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. اما در تاجیکستان و منطقه بار اول نیست که ساختمانچیان هنگام کار از بی احتیاطی و یا سبب‌های گوناگون افتاده جان می‌دهند و یا مجروح می‌شوند. نه همه حادثه‌ها تحقیق و نه همیشه مسئولان مجازات می‌شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب.